خدا رحمت کنه مثلا سید اشرف مثلا نمو شهید به یک عذابا مثلا از دنیا گذشته باشه، از روش نور میباره برای مردم خلق تاجیکستان، برای دینش، برای ایمانش مثلا حرکت کرد و جانش تسلیم کرد. و ما خودم بسیار وقتا در ضیق هستم وقتی که میشنم که فرزندی سید اشرف میگه که من شما رو آگاه کردم که شما رو نکشند. مثلا در این دایره که سید اشرف مثلا بچهش که میبره گپ میزنه، من حیران هستم که پدری تو را دشمن کشت، دیگه آدم کشت، اما آدمای امام علی کشتن، چرا تو از مسئله مردم تاجیکستان مثلا دلبرداری نمیکنی گپ میزنی؟ چرا تو آدم کشتگی خطا پدر خطا تعریف میکنی و خاموش هستی در پیش او؟ او ظالم خونی پدر تو را ریختگی است، تو قصد مردم تاجیکستان میگیری. برادر کمک از خدا بده. اسلام نیست. امام علی یک قاتل است، یک دزد است، غارتگر است. تو باید برادر از دولتی که سیاسی تو باید گپ زنی که ای مردم راست میگه، باید مردم ما آزاد زندگی کنه. تو که باشه مردم بیچاره را رو افتاده میکنی که من میگم که مردم برن نکشن. ای مردک، مرگ تگی دستی تو ده نیست. اگر که تو ایمانت کامل باشه میفهمی که تقدیر نصیب انسان خدا میته، روز ساعتش خدا میته. همه گپ سبب و واسطه است. اگر که ایمانت کامل باشه میفهمی گپا. اگر که ملا باشی میفهمی که من ترا چی گفتم. تو سری رای انسان گرفته نمیتونی مرگه. لیکن گپی تو در روز قیامت وقتی که تو ایستاد میشی در پیش پروردگار خداوند تو میپرسه که یک آدمای بدن که دعوت میکردن که دین عدالت باشه، از مسئله ظلم برویم، چرا تو مردم قتلی؟ چرا تو از حدیثایی که پیغمبر گفتگی بود، از دین اسلام گفتگی بود، چرا تو گپای مرا رد کردی؟ چرا تو دیده بودی که پدر تو را ای آدم کشت، همین خوب بشره کشت، امام علی رحمان کشت به امرش؟ چرا تو این روز تو از مردم خودت گلمند هستی؟ این مردم برن که طور برادرشون و اپا و اکا و خوارشون هم امام علی کشت. چرا تو این روز اونا را حمایه نکنی؟ چرا تو از ترسی خود گپ میزنی؟ به خاطر فایده، به خاطر دعاخوانیت، به خاطر علمت؟ نه برادر، در پیش پروردگار هر یک بنده ای که گپ میزنه حق گپ میزنه. در پیش خداوند تو را میستی، من میستم. و اگر که ای من سوال پرسم من جواب نمیگم که برای چی من حرکت کردم، جان من در کتی دست گرفتم و مردم من دعوت کردم به مسئله آزاد، به مسئله که مردم ما بازم بگرده برای نیکی، برای عدالت. لیکن تو اگر که این روز نمابین مردم گپ زیسته باشه که ای مردم شما را میکشن گفتن گپ، تو بسیار خطا میکنی. از یک طرف تو هم حرکت میکنی، فایده میکنی در مسئله امام علی در پیش ظالما. و اون ملاهایی که این روز بغیر از این آدمی که من گپاشش شنیدم، البته من امید داشته بودم که این برادر میبراید میگه که برادر ما قطعی شما هستیم. من دعا میکنم که سرزمین تاجیکستان بازم مثلا جای عدالت بیه و مردم تاجیکستان زندگی کنه. چرا تو این روز بچه سید اشرف در خود دولت روسیه رفتی، وطن تتر کردی؟ برادر گپ حق گفتن در کاره، زیرا که در جای زمین تاجیکستان به تو جا نیست. تو نداری جای تره اینانی کسیفا گرفتگی هستن. این روز در سرزمین تاجیکستان ما حرامی و بدی بسیار به اندازه زیاد است. تو این روز حرکت کردی که در مابین بدرم گپ زنم، مثلا مردم بگون که ندروین، من همه وطن تو نبگیرم، من همه زنا و کودکایش منو برسن، فرق نداره، خاموش بیستین. این بسیار گناه کلانه برادر. هرچند دیگه ملوهایی که در مابین میدرویه، اون ملوهایی که به مسئله یک دایره و فایده دارن که در مجلسی که گفته بودم که از مسئله مفتیات امام علی مثلا تیار کرد که برین مردم آرام کنین، گفته این یک مکر ایله، شما باید نامبر کنین اونا را، شما باید نامبر کنین، بیاین در این مابین ما و شما گپ زنده برای اونو. چی نمود ملا هسته؟ برای چی حمایه کرده امام علی رحمانه؟ چی میخواه از امام علی رحمان؟ چی میگه دین کنیش علم خواندگی او کجا شد این قدری که او شوز میخواند؟ از اون خوبه نمیخواندگنی. میگن که علم یک چیزی هست که به مطابق در آدمی که ضعیف باشه علمش و آدمی که در عملش ضعیف باشه، به مثلی که یک خری که در پشتش بار کردگی هم کتابه را میگم از اون هیچ فایده ای نیست. لیکن علم به مطابق عمل باشه، اگر
اگر کم هم خوندگی باشه به مطابق کم خوندگیش عمل داشته باشه اون شخص به پیش پروردگار درجه داره. گپ در مسئله ملوگی نیست. از سبب بسیاری ملوهایی که این طرف او طرف بازی کردن ما و شما همینقدر غرق شدیم در مسئله خون، همینقدر ضعیف شدیم، همینقدر ناامید شدیم. ما خواهش دارم که مثلا این نمود ملوهایی که پیدا میشن ناماشون بگیرین برایین در این صحبت و همون ملو را بگو که ای ملو میخوای که در سوالات جواب پیدا کنی خود را مرد واری سوال ته و مثل اشای نوریدین که شعر واری میدونه گپ شنیگه در پیش ایمالی که مثلا یک نمولا از گذر کشیدن از سرش و مثل که اون پلاسکای دخترش از مبانی پوش گرفتن است. در مسئله مسلمان ها این قدر گتی بلنده. ما که دوست میدارم ایشان نوریدین ایشان دملو حکمتالله را، ما که دوست میدارم مسئله حاجی میرزا را، به خاطر چی بسیار آدمایی که دوست میدارم؟ به خاطر میدارم که گپاشون حقی، گپاشون حقی، گپاشون حقی. اینا را میشه گفتن که اینا ملاها در پیش پروردگار انشاءالله خدا خواهد در روز فرض قیامت سراشون بلند میستن. گپ اینا خودشون یک جهاد کلان است، دعوت کردن به مسئله عدالت است، در مسئله یک گپی هست که ما و شما باید از این آدم ها بفخریم، نه از اون ملاهایی که میبرند در مسئله یک گپ میپرسویند، یک گپی را گپ بزنن که به فایده خودشون هسته، خودشون از همون گپی گفتگیشون نمیفهمند که چی میگن، کوشش میکنن مکر حیله کنن فتنه بردارن جنگ اندازن. اوی مردم تاجیکستان بفهمین که شما دیگر راه ندارین، راه شما یکی فقط دعوت کردن ای. چقدر که شب و روز دعوت میکنین مردم ها، چقدر که کوشش میکنین که بیاین یک مشت شوین که وطنتون آزاد کنین. یگانه راهی هست که شما از کنیزی نبروین، این صاحب شدن دولت خودتون است، این طلب کردن حق خودتون است، این حرکت برای خودتون است، برای نسل‌های کودکای خودتون است. برادران هر کس در میدان نمیبراید دعوت نمیکنه مگر اویی که خداوند اونو تقدیر نصیبش گفتگی باشه. بازم تکرار میکنم در مسئله فرزند خدا رحمتی سید اشرف. او برادر تو خدا نیستی، تو تقدیر نصیب انسان را ننویسته. تو مردم وقتی که گپ میزنی که بیستین صبر کنین، تو خودت با خودت آیسته آیسته در مبین مردم به ابرو میشه، قدر عزت حرمت تا گم میکنی، تو قدر عزت پدر تو سر میزنی، پروا نداره در هر جایی که گپ زنی، لیکن خودت آیسته آیسته به ابرو میشی. برادر من خواهش دارم که حاجی هم سری وقت های، حاجی هم بیا بیرق بردار، حاجی هم بیا قتیما ایستاد شو، زیرا که اون ملاهایی که این کارا را میکنن در اونا هم اگر که یگان گپ باشه ما خاموش بیستیم، در تو نمیزه به این کار، نمیزه به این کار، برای که پدر تو این نمود نبود، پدر تو یک شخص مرد بود، پدر تو یک شهید شد و درجه داره پیش پروردگار. نه که مثلا در پیش روحانیت که از دنیا گذشتی سرت خم باشه برای یک دهنون، برای که در پیش تو یک کس گپ زنه تعریفت کنن. نه که این کار برادر به ابرو میشه. بازم از تو خواهش دارم که 100 بار فکر کن، باز یک بار گپ زن. دبری رسیه در همه جا گوشه و گپا به ما میرسن. نو ما امید دارم که قرب ایمان تو و قرب ناموس تو بلند میخیزه. ما امید دارم که یک روز دیگه روز ما صدای تو را میشنوم که مردم بخیزه گفته. ما امید دارم برادر، ما تا نفس آخر از تو امید دارم، زیرا که ما در پدر تو بسیار محبتی کلان داشتم.